акаҷон дар бораи ака Иззат Амон гап заданем. بفرمایید. беҳад дилам ҳаминқадр сӯхтаи ака ба ака Иззат Амон ки акаҷон оста ҳамаи мардако ҳамаи бачаҳои ҳамин қадар оқилу доно, ҳамин қадар ҳамин фарзандои Тоҷикистон ҳамин қадар бачаҳои чиза якта несту нобуд кардестанд. Акаҷон чӣ ба як кас гап намезанад, як кас намехезад. Ҳамин дар сари тахт мешинен акаҷон гап мезанем, ҳичи ай дастон намеояд. Ҳамата якта мебаранд ака. Як кор кунем, як нигоҳ кунем, охи як ҳама каса як бихезан. Чӣ хел мардан ака Иззат Амон ҳамаро ёрдам мекард, ҳамаро дастгирӣ мекард. Дар ҳар маргу мурда ака Иззат Амон буд. Ба худо ифтихор мекардем ба вай ки ака Иззат Амон аст. Шава ака Иззат Амон аст. Ҳама ака Иззат Амон мегӯд. Чӣ ба Иззат Шариф кишта нест нобуд кардан ина ببینید نفر ай гурӯҳи ببینید نفر ما یک حرکت سیاسی دائما دعوت میکنیم به نفرهایی که چنین کارها را انجام میدن. مثال گرچه که ما کسی را نام نگیریم اما دعوت میگیم مردم کمک کردن، لقمه نان دادن یک مهاجر، یک بیمار، یک لحظه خب تابوت روان کردن، این چیزها راه حل مشکلات نیست. ما و شما باید سرجم باشیم، رژیم امروزه را برطرف کنیم. رفتن یک مهاجر نان دادن، یک بیمارخانه رفتن، نمیدونم یک از پشت کارت بگذاریم یا این تابوت بریم، این کاری نمیدونم یک شهروند تاجیکستان است و با این راه تمام نمیشود مشکلات. ما رفتن میگیریم یک لحظه ما 1 میلیون زیاد مهاجر داریم. اگر بگین که همین کار هر روز کارت سوم جمع کنین، فلانی را پشت است، ایش دستش است، اوش منش است، ایش مرد، ایش سوخت، این راه حل نیست. راه حل ظلم برطرف کردن، مردم آهسته برگردوندن به کشور است. ما هر چندی که میگه راه حل همین که تاجیکستان آباد کردن در کارمو در غریبی توکای یک بنده مهاجر میخزه دستگیری میکنه توکای بعد میبینیم مهاجرا اینجوریه که دولت تاجیکستان صاحب یک مهاجرا صاحب پیدا کنه دولتشون صاحبیشون کنه. یا لحظه مهاجر فقط مهاجر یاردم میکنه. برای چی گفتم امروز میگن که عزت امان دیگر کارها میکرد. راه حل این نیست. 500 تا عزت امان دیگر میه همین گونه کارتا میپرتوه سوم جمع کنین مرده روان میکنن مشکلی حل نمیشه. خب حل نمیشه مشکل. امروز میخلی در یا لحظه گوش کردن خب چکنین یا صبر کنین. شما میگین که توکای یعنی که گم اینجا همه امید به مردم دارد. میفهمین؟ باز ما میگیم که برنامه ما برنامه انقلابی است. بگذار مردم از انقلاب ترس دارن، ضد از ظالم قیام کردن ترس دارن. اما اینجا مسئله دیگر است. مسئله هست که یک نفری که کارهایی را که باید حکومت انجام میداد این انجامش میداد. پس بخیزین مردم براش کار برید. این مسئله انقلاب نیست. مسئله انقلاب نیست. خیزین یک نفری که برای شما کمک میکرد، میدوید، میپرید، خودش سیاه سفید میکرد، از برای شما شده موقعش عوض میکرد، یه روز سفید بود یه روز سیاه بود، رنگش عوض میکرد. واقعا برای چی؟ برای گاه وقت میدید که دستگیریش میکنین، گاه وقت میدید که خفا میکشین. اگر واقعا در پهلوش همون چیزی واقعی را میدید شاید در موقعش او هم خب خیلی استوار میشید، عوض نمیکرد سخنوشه. یک روز خواب بگیم که اما در عموم فایدهش باور کنید من واقعا میگم برای رژیم امروزه فایدهش خیلی کلان بود. عزت امانه خیلی فایده کلان داشت. اما این احمقا خب برای خودشون باز یک درد سر دیگر ایجاد کردن. این گونه است. خب سلامت باشید. قدر خونخوری به ایمان ابو که همه را یک کشیده برده و همه را نیست نابود کردسته. چه خیلی اینا کیرا چه خیلی در چیز که ترکیه کرد مرحله قوت فا هیچ وقت ما باید فراموش کرده نمیتونم. هیچ وقت این خونخوری پدرنده طبیعی خیلی در تاجیکستان باشن موج ند در تاجیکستان کم یا ای دیگه دولت چه خیلی پدرنده خونخوری به ایمانی حرام کم یا یک تا خلق آدمای تاجیکستان نیست نابود کردستی. تاجیکستان ای سر
سبیل مونه که هم تاجیکستان در تو موندی و اولاد اجداد که همه آدمای کلانو همه آدما را نیست نابود کرده که همه را یالا برده و نیست نابود کرده است. یک کسی نیست فقط گپ میزنن میگه چی گپشون معنی نداره تمام گپ میزنن ای پشت پرده گپ میزنن میشینن خیلی مرد کن من نمیدونم همش یالا نیست نابود شده را کسی یک چیز نه. ببینن اپا در روسیه خب در روسیه همه درها بسته است. در تاجیکستان شما در مقابل رحمونوف گپ زدن نمیتونید. وقتی که رحمونوف در منطقه سفر میکنه 3000 سرباز میبرد فیلتر میکنه رئیسای جماعت ملاهای خوب مسجدا اتوماتیک میدونه که کدام آدم ها ناراضی در منطقه اینها را در اون جشن ها راه نمیتن اینها را میبرن در خانه هاشون محکم میکنن. اما شانس های دیگر وقتی که رحمونوف بیرون میاد پرواز میکنه از تاجیکستان بیرون میاد وقتی که در پیتر اومد وقتی که دوبار در مسکو اومد یگانه گروه 24 میرود در روپروی رحمونوف میسته حرف میزنه آیا 1 میلیون مهاجری که در روسیه قرار دارن گفتنی برای رحمونوف ندارن؟ برای چی نمیروند در روپروی رحمونوف بیسن حرفشون بزنن؟ برای چی نمیروند؟ شما میگن که کاری نمیکنن فقط گم میزنن. هر جایی که رحمونوف میرود گروه 24 میرود پیشواز میدن مبارزای دیگر رو هم کار میبرن میتینگ میکنن پیکت میکنن نامه مینویسن. امروز شما شاید میگه که چی معنا دارد که اینها گپ میزنن یا که نامه مینویسن یا که کنفرانس میرن یا که میتینگ پیکت میکنن اینها معنایی را ندارد که ما با امید کدام خواجه و کدام باید ما همه کس ما نشان میدیم که ما حرکت های سیاسی هستیم. اون اسنادها و اون چیزایی که رژیم هوای نمورده همون را پرزیدنتی ببرانه من همون در همین عذاب خلق عذاب دو در خلق همون در همون عذاب و بیرون دیگه ارگون ندارم همین عذاب دو دسته هم خلق عذاب را بکشه خودش نمورده رویای پرزیدنتی الهی پاک و پروردگار به ایمان خدادت نخوا که آدم را بری زنده و چیز قدیم بله مردم ها بکشی به پرتای مری مردم ها بکشی به پرتای خدا سیاه شد کشا امام علی خدا گورو در بگیره الهی را پروردگار که ایده سیت حال نداره نه زن نه مرد تاجیکستان نیست ایده سیت را همه غریب شده گشتیم الهی به ایمانت بکشه تاجیکستان یک 8 میلیون اهالی همه غیر قارد شده تاجیکستان همه تقسیمات شد همه سودا شد رفت در کدام شهر رو تاجیکستان نابود شد یک آدم زنده نیست که یک کسی بخیزه و گپ زنه و یک برای صاحبی کنه وطن به امانت بکشه الهی رحمتی اهل اجداد پروردگار آرزو دارم که نمیخیل عذابایی که خلق داده است همه رقتی فرزندات ببینی عذاباشه ختم فرزنداتم عذاباشه ببینی به امان سیاه چه خدا زده. آمین آمین. خب نفرهایی که ما را در فیسبوک زنگ دادن زنگ نزنید قبول نمیکنیم ما در فیسبوک. خب ببینید اپا زمانی وقتی نشون دادن عشق این چیزها گذشت خودتون هیچ وقت نشون ضعیف نشون ندین در مقابل این رژیم عشقاتون نشون ندین. شما باید نشون بدین جسارتتون نشون بدین جاذبه خودتون. خب من انشالله امیدوار هستم که میرسیم نمیشه اگه نگاه که چیز به روی روشد کدام دولت همه کار کردسته کدام دولت همه کارت میکنه نزش تو میره در هر یک دولت چی حق داره در دولت میره میره آدم گفتی چی دزدی میکنی برای همه مایروی آدمگری همه مایروی انسانگری این چی کار کردسته وای حرام چی کار کردسته هیچ که نمیدونه کارای وای ببینه اگه خدا زده خدا به امانت کنه ترا الهی پاک و پروردگار. خب باشه آرام باشه. من چی میکنم عمرالی قوت فراموش کردن نمیتونم هوای فراموش کردن نمیتونم. وقتی که عمرالی قوت به قتل رسوندن وقتی که بدن مقصود پورا کردن وقتی که احسان دزدیدن تا امروز مادر احسان منتظر فرزندش است احسان و پدید است نابودش کردن 5 سال 6 سال میشود معلوم نیست نه زنده بودنش نه دیگر چیز. اینها هر وقتی چنین بود ما برای مردم شما گفتیم که مردم اینها آخران آدم ها نیستن در راهی که ما و شما هستیم باز قتل میشود باز کشتار میشود باز زندانی میشود اما ما و شما باید ادامه بدیم راه را. اگر کسی فکر کنه که ما فقط میشنیم یک صحبت میکنیم
یا که در یک فرصت کوتاه به دست میاریم، این گونه نیست. رژیم امروزه تمام مهارت خودش، قوت خودش صرف میکنه که کرسی را نگه بداره. تمام قوتش صرف میکنه. ایزد امان هم آخران آدم نیست که دستگیر میشه و زندانی میشه. آره باز این راه باز دارد، این راه باز زندانی داره، باز قتل داره، باز کشتار داره. همین است.